یکی از ابزارهای پنهان استعمار مدرن تولید و ترویج روایت‌هایی که ناخودآگاه مردم تحت استعمار رو هدف قرار بده. این روایت‌ها با تقویت احساس برتری ملت‌های استعمارگر و الغای حس حقارت تاریخی بر روان ملت‌های استعمار شده عمل می‌کنه. اتفاقاً ترک در ادبیات ما یک بار منفی داره. لوای غلامان و برادران اسلامی ترک‌ها از آسیای مرکزی اومدن، مغول‌ها اومدن، اینهایی که اومدن هویتی در آسیای مرکزی نبود که بهش چجوری بگم اون دستاویزشون باشه، چون ما یه فرهنگی داشتیم، هی می‌خواستیم ازش محافظت کنیم، هی آسیب دیدیم. ولی کسی که از آسیای مرکزی از برهوته نمیدونم صحرای گوبی و مغولستان اونجا اومده بود هیچی نداشت. یه صفحه صاف بود، فقط بر اساس غریزه و حس کشورگشایی و قلمروگشایی که حیوانات هم دارن وارد اینجا شده بود. آقای بنی احمد نماینده تبریز. شما اگر آمار دقیق می‌خواهید بیایید در منزل من. بله، در گذشته بعضی‌ها بودن که زبان مادری دیگری داشتن و فارسی بلد نبودن، اما اونها افراد بی‌سواد بودن. این روایت‌ها با تقویت احساس برتری ملت‌های استعمارگر و الغای حس حقارت تاریخی بر روان ملت‌های استعمار شده عمل می‌کنه. معدن مس سنگون حدود نیمی از ذخایر مس ایران را در خود جای داده است. رئیس جمهور در سفر یک روزه به استان آذربایجان شرقی صبح امروز وارد فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز شد. ما نمیخوایم پروژه جدیدی رو شروع کنیم یا کار جدیدی رو اونجا بگم میخوایم رقم بزنیم. 400 میلیارد 500 میلیارد منابع رو بدون مجوز بدون خلاف قانون میخوان منتقل کنن. این پول سهام عدالت، پول بازنشسته هاست، پول مردمه و ما اجازه نمیدیم اتفاق بیفته. آیه دکتر شما ورود کنید به این قضیه. به وزیر سمت هم تو گزارش بدید حق مردمی که در آذربایجان هستن به اندازه 20% محفوظ، حق مردم کرمان بر اساس خودش. اون طرفم که پان ترکا اونورو میخوان، پان عرب‌ها و پان کردام اونورو میخوان، دیگه هیچی دیگه ما میمونیم و یه مقدار کبیر وسط ایران. چون onların əlində ixtiyarات olub. Əlan mədəni süngünün tamamı işlərin şirkət milliyimiz Tehran'da görür. Maadil sərseçmə və şəhər babəkə elə bir nüfuzları yoxdur. Çünki limanlılar oradan icazə-i nüfuz və dəxalət bu şirkət milliyimizə verirlər. Səs aldı yerin güllə tüfəngin lüləmizdən. Uzundur məhbəsin ayı illəri, biz vətən boyda bir dostluqda yaşayırıq. Urnalar amandır, tarixə yazmayın bizi, silinsin varaqlar, qalmasın izi. Qurudu millətin bir şor dənzi, üsyana çıxmağa yoxmu dilləri? Durna unutma bizim elləri. Burada hamı darıxır. Daş üçün pəncərəmiz, baş üçün gözlərimiz, göz üçün qaşlarımız, qaş üçün başlarımız. Arda qaldı şüşüyə sevgi örəndaşlarımız. Sən vətəndən sarı qəlbin döyünürsə, maralım, vətənin də maralından sarı qəlbi döyünür. Vətəni bağrıva bassan, sevinərsən yenə sən, ki vətən də balasın bağrına bassa sevinər.